باورتون نشه اما تتلو از کنسرت پارسالش 40 میلیارد تومان پول درآورده. از چنل یوتیوبش هم ماهانه 3 میلیارد تومان و سالانه 36 میلیارد تومان درآمد داره و فقط کره ویلاش ماهی 1 میلیارد تومنه. یه چیز عجیب دیگه که تتلو چند جا گفته که من اصلا نمیخواستم خواننده شم و رویای بچگی من فوتبالیست شدن بوده. سال 93 هم رفته سر تمرین پرسپولیس، گفته میخواد جای علی کریمی رو بگیره. اما چند روز بعد گفتن مثل اینکه حمید درخشان سرمربی پرسپولیس امیر رو از تمرین اخراج کرده. جالبه بدونید که اون موقع که خبر رابطه امیر تتلو و سرقریشی پیچید، امیر گفتش که ما قلبا همو دوست داریم و قصدمون جدی و میخوایم ازدواج کنیم. اما طبق گفته های سحر خانم اینطوری نبوده. میدونستید امیر تتلو رکوردهای عجیبی هم توی مارکت های ایران داره؟ آهنگ من باهات قهرم تتلو که وقتی اومد همه ایران داشتن گوش میدادنش، توی یوتیوب 11 میلیون ویو گرفته. بیشترین کامنت توی یوتیوب فارسی هم زیر یکی از آهنگای تتلو به اسم یه سرم به ما بزن که 19 میلیون کامنت داشته و واقعا تعداد زیادیه. رکورد بیشترین کامنت توی اینستاگرام هم دست تتلوه. سال 98 طرفدارای تتلو 18 میلیون کامنت گذاشتن و رکورد رو برای خودشون ثبت کردن. رکورد لایو اینستا هم با بیشتر از 4000 نفر دست خودشه. شما فکر کن 4 تا استادیوم آزادی توی لایو تتلو بودن. اینا فقط چند تا از کارهای عجیب تتلو بود. در ادامه هم قراره زندگی تتلو بیشتر براتون بگم. فقط قبلش حمایت ازمون یادتون نره. این ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب هم کنید. حتما نظری هم داشتید برامون تو کامنت ها بگید. امیرحسین مقصودلو یا همون امیر تتلو متولد 30 شهریور 1366 و توی مجیدیه تهران به دنیا اومده. 2 تا خواهر بزرگتر از خودش داره و یه مدت هم به خاطر شغل پدرش مجبور شدن برن رشت زندگی کنن. امیر به گفته خودش به خاطر وضعیت بد مالی که داشته مجبور شده از سن کم کار کنه. ولی دقت کردید آدمای معروف توی گذشته زندگی خوبی نداشتن و مجبور بودن از بچگی کار کنن. تتلو هم از نوجوانی کارگری میکرده. اولش یه مدت توی کارگاه نجاری کار میکرده و بعد یه مدتی توی سوپرمارکت کار کرده. از سال 82 هم کارش رو شروع کرده و سال 90 هم اولین آلبومش رو به اسم همکف داده بیرون. دوستاشم که اون موقع باهاش همکاری میکردن و اکثرتون میشناسید و اکثرتون هم باهاشون خاطره دارید. حسین تویی و سروش هیچکس و رضا پیشرو و اردلان تومه و از دوستای قدیمی تتلو هن. ولی واقعا چه اصطلاح عجیبی داره. هنوزم که هنوزه وقتی آهنگاشون پخش میشه همه باهاشون میخونن. آهنگ‌هایی مثل جیگیری و داری به چی فکر میکنی و دختر دشتی و نوازش واقعا یادآور خاطره‌های باحالی هن. همین چند وقت پیش هم بود که تتلو و تویی و پیشرو دوباره با هم همکاری کردن و یه حال اساسی به رپ فارسی دادن. بالاخره این از قدیمی‌های رپ فارسی هم و به قول خودشون نسل یکن و خاک خورده این کارن. جالبه بدونید که تتلو برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران توی جام جهانی فوتبال 2014 یه آهنگ خوند به اسم من یکی از اون 11 تام و این آهنگ یه حال و هوای غمگین هم داره. از اونجایی که خودش هم دوست داشته فوتبالیست بشه، توی این آهنگ کمبودهایی که داشته رو میگه و از زبون یک فوتبالیست حرف میزنه. اگر یکم اخبار تتلو رو دنبال کرده باشید میفهمید که تا الان اندازه موهای سرش از دنیای موسیقی خدافزی کرده. سال 96 یک بار خدافزی کرد، اما کلا این خدافزی‌های تتلو رو حتی طرفدارش هم جدی نمیگرفتن. از همون اول هر هفته یک بار خدافزی میکرد و دوباره هفته بعد یا آهنگ جدید میداد بیرون و همچنان فعالیتش رو داره ادامه میده و خبری از خدافزی نیستش. سال 98 اولین کنسرتش رو توی گرجستان برگزار کرد و اولین کنسرتش 600 نفر بودن و توی آخرین کنسرتش 6000 نفر بودن. سال 1400 هم با شرکت یونیورسال همکاری کرد. یونیورسال به تتلو لقب سوپر استار رو داد و گفتش که امیر تتلو یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار ایرانه. مدت زمان آلبومی که تتلو با همکاری یونیورسال دادش 3 ساعت و 47 دقیقه است و تعداد آهنگاش هم 12 تاست و واقعا عجیبه 12 تا آهنگ نزدیک 4 ساعت شده. البته کلا آهنگای تتلو طولانیه. خیلی از آهنگایی که داره 6 الی 7 دقیقه است. یکی از آهنگاش هم به اسم تو بذار برو منو از یونیورسال پخش شد و کرک و پر تمام کارمندای شرکت ریخت، چون همه هوادارا رفته بودن و پست همکاریشون رو لایک کرده بودن و کلی کامنت گذاشته بودن و مسئولای شرکت هم اومدن گفتن what the fuck، این دیگه این حجم از لایک و کامنت بی سابقه بوده. و جالبه بدونید که این شرکت با سلبریتی‌های پرطرفدار مثل سلنا گومز و بقیه هم همکاری داشته، اما بازم رکورد دست خودمونه و این یعنی که هر جا موفقیت هست پای یک ایرانی هم در میونه.
حالا شما بگید آیا از تتلو خوشتون میاد؟ بیشتر از کدوم آهنگشون خوشتون میاد؟ اونو حتما برام بنویسین زیر. و اینکه لایک ویدیو یادتون نره، حتما هم توی کامنت ها بهم بگو که دوست داری ویدیو بعدی راجع به چه موضوعی باشه. دوستتون دارم. بای بای.